جونم عزیزم، دورت بگردم، فدات بشم. آره قربونت برم، میارم برات، فدات بشم. میدونم دلت تنگ شده. آقای جونم. مرسوم ببخش من بهت زنگ میزنم. باشه خدافظ. خلاص ترسیدم چه خبر. با جناقم بود، دلم براش تنگ شده بود. باتری کارتخانش هم خراب شده، دارم براش یه باتری کارتخان برم. حالا که اینجوری شد اومدید، من یه نکته‌ای درباره نگهداری باتری کارتخان بهتون بگم. باتری کارتخان، نه تنها باتری کارتخان، باتری هر وسیله الکترونیکی به دو دلیل خراب میشه. یکی این که ازش استفاده نکنید، مثلا 2 ماه بذاریدش کنار و ازش استفاده نداشته باشید. اینجوری باتری به اصطلاح به صورت تدریجی تخلیه میشه چون روی دستگاهه و باتریتون سلش خراب میشه. اگر که حالا یه مدتی شما نخواهید از دستگاهتون استفاده بکنید، باتری رو از دستگاه جدا بکنید و جداگونه بذاریدش، اینجور تدریجی خالی نمیشه. دوم این که شب تا صبح دستگاهتون رو نذارید توی شارژ. شما 2 ساعت و نیم بیشتر نذارید. اگر که مدت طولانی دستگاهتون به شارژر متصل باشه، باتریتون خراب میشه. این پستا بفرستید برای باجن آقاتون، ببخشید بفرستید برای تمام کسایی که دستگاه کارتخوان دارن، بتونن از باتریشون به درستی استفاده بکنن.